وطن که جان محبوب ای وی نفهمیدم پدر بود یا برادر منم گوشه نشینی هر وطن که وای هوا که شر میکنه میشاکی بربر میکنه دل یاد دل بر میکنه بگذار بنالم سبزمه تا کی بنالم سبزمه به کوچه نرو که خارو داره و بین مریم پیرن گل دارو داره به هر کی میرسه دستو بگردن و ما که میرسه صد نازود با بیلا چی پنجه شیری داره چی علفی داره شیلیا ما یه همینه که شیلیا پخته نمیشه بی وفا سوریا بی وفا بگردم چشم مستت بگیرم میز دستت بگیرم چشم مستت بگیرم میز دستت در خانه نگاه کرده برفتی دلبر من با من آشنای بودم برفتی دلبر من نه شکلک جان بله سلام علیکم گل کردم اشتنی یک ساعت از این جگه میکشن سلام نفهمیدی نه خرش پرش شیلیویه چی گپای لالا جانجور خیلی خیریته میگم پرتای کو دیگه جان وقت بریم میگه عمو سلمانی پیم بالا که سبا خوش آمینه بخیر دیگه نوبت تو نه میله ان شاء الله سیکو پامه با بیلا ببینی خیلی باز اونجا کش کنه میگم ما با چهار تصمیم گرفتیم خب گفتیم از این باغ و باغچه و باغ و باغچه و باغ و باغچه که هر دفعه ملی ما و شما با این باغ و باغچه هسته این دفعه خوش آمینیم به چشمه سبا سبا که جمعیه دیگه بخیر خوش آمینیم به چشمه خب بفهمیدی میریم به چشمه از اون برکای یک دنیا از اون برای که داریم دیگه کی بار رکابر اونجا خود شما رو برا کنیم دیگه خب برا پیار من میگه دیگه چند نفر شدیم 15 نفر میشین دیگه یک دزل تمام خود شما میگیریم میریم دیگه 15 نفر همه چیزی که همیشه بودین خود شما دیگه اضافه تر نشد یعنی شما نگاه کردیم آخه امرو که نوبت عباس اینا بوده نه نوبت شما نبرار دیگه با هم قوره کشی که ما و شما خودم دیگه کردیم یعنی جمعه که صبح بخیر نوبت شما نه جمعه دیگه با عباسه جمعه دیگه عباس خیر بینیم خب سیه گوشبنده بیاره بر راه دارن که شاید 13 14 کیلو هنمونا دیگه واره نه دیگه ما و شما با میله مینی که دیگه ساتیری کنین دیگه این با خونه ما که مثلا با خونه ما با خونه خانال امو تا دیگی از کجا بیارن که می یک گوسفند شوروا کنیم شوروا نمیکنین چی قو میکنین خود شما گو نه قو با چیه ایت مستقیم با کله به تنور طعم میکنه که بده خود بخته آها بفهمیدی مثل امو چیز کاکارامزون که چیز که گوسفند خور بگیری خدا با تو بده خیلی تو شاله که تو میکنه که تو مکمل خود پختش میگذاره من وسط قرار هر کس از هر جای ما خوب بخوره راست میگی جمع گل جان برارم یک کلبه کخو بگو لالا چیکار خیره باشه پس مگر من اعمال هم ساعت هم 4 بجه دیگه ما سگ کارا خور اومده اون سبا سو وقت خودش سکو تو من میرم انا ایت کار میکنم پیش آمد برار خود فهمیدی به زون میگم کازمی بر راه یکی میبرم بیخی گپ بگم بابا پیار من نمیگه گپ دیگه نمیگم پیش بود جونم چیشی چپ کنم کو بالکن خو باشه یا رو برای کنم برای مقصد کار بکن نفهمه نفهمه پیار من نمیده بابا پیار من میته بعدی نمیای شما نه بابا گردن ما بعد میته بعدی میای که اینا بلوک مفخوریم اگه هم که بعدی میای بود جون اگه از پیشو بیخواد بود جون که خواهش برای مثلا ازدوانه که ببینه که ما چی میخوریم او آدمی باقا به کجا که از ما بعدی میای ما رفیقایی که شاید تا صبح تو سر لقمه شیشته بده چای میدادی ولی باز من میگم بابا همین میمونی رفیق داریه دیگه
نوبت من بشه یا نوبت از اینا میگه اگه اینا رو به سرا نوردی که میمون کردی آفرین پاچکا شما میشکنم پاچکا کجایه؟ ما رفیقام سه کنک ما رفیقام پاچکا کجایه؟ پاچک دیگه پاچک بوزین ما رفیقام فکر همین گپ بکردین گفتیم به خاطر که تو آقا تو ما خوش نداره گفتیم میرین خود شما دلجان باش برو من شامد یا برای چیز میدیره میکنی یا کار میکنی مقصد شورت موتر نزنگ ما چی رقم بریم بفهمیدی اونم با دنگ دونگی میکنه دلجان کارو داری نه دیگه انا برو من منارم جمع کنم برم تا آخرم بشیرم مقصد تر اومدی بیار میکنم من تا دم ما شما همه گوسفند می بیارم سر شما بیار نگاه بیار خوبه برو مونتا جامعه گل اگه یک دمی پیار من یا برار من شامد میایه مثلا میپرسه گوسفند شما ندیدیم بره بگیم نه نه ما چی ما خبر دارم که تو چیکار میکنی کجا بیاری گوسفنده دلجان قرآن آماده کنید از همین دوغا مشکی مدر خواهر دارد خوبه دوغا یک بشکی 20 لیتری پر کنیم دوغا میدارم میارم پیاله اینا رو به ترمزا میارم خوبه چکی مرگه شما بخونی تا خود به شله نندازین سیر نمیشین اشته کنم تا گوشنه هم هستم اینا هم گوته گوشنه هم هم بخو بسته کن تا اینا سیر شم اینم نوردم با من چکی یارم اینجا چیز خیلی باشم گوسفنده همینجا من یک چیز خیلی میشم باور که خود به شلیا اگه من داختن این طبق همین چوبا به شما بزن تا به خانه سلو برین یا الله ماما کنده راسته سلام علیک
خوشتن دیگه. شکر کاکا کندل، شما خوبه؟ شکر فضل خدا، زنده باشین. سلامت باشیم، جور باشیم. چه کار میکنیم مطابق؟ هیچی، من بیا آدم یه بزدم بالا سبستا زدم به چنگ علف همین گوسفندا دره کنم ببرم. کی بود که شما جخ کردین گفتن را کار داریم. راست میگیم. خب ماما کندل کجای گیلا؟ گیلک من سر شلیوه. خب امرو کجامه دیگه؟ امروز هم من سر شلیوه. بعد تلپک جمع شنبه نداره. یعنی اطلاع دارین که دقیق امروز ممسر شلیاه؟ دیگه اگه امروز نرفته باشه من شاید من خونه باشه چیز باشه من بیادم سر سبستا مونده که برزدم بالا سبستا دیگه. راست میگیم. ایتر کاکا کندل که ما واقعا همیت اطلاعی دارم که می گیلک یک 10-15 نفر بچه دیگه یکی هم به شمول همین بچه خالمه. بفهمیدیم اینا همی هفته به هفته اینا میمونی دوره دارم به می روزا جمعه. دیگه بالاخره ما باز نرفتم خودی ناشیشته بودم به ملی نابو جمعه پیشتر انا بخند داشتم به من بگفتن که با نوبت تو هم میرسه. باز ما گفتم نه ما اگه ایت کارا کنم مر پیار ما خونه بیرون میکنه. دیگه باز همیت با بخند بنداختم به میخان همی گیلک بچه شما که با هفته دیگه انا میمونی دوره بجام تونه. دیگه به حساب همی میمونی اینا هر کدوم اینا هم یک گوسفند دیر میگیرم برادر بنبال چوب و آتشا کباب میکنم. همین جگه گفتم باشه که بیام من بیخی دیگه نتونستم که یعنی به پیش خود چی کنم. گفتم باشه مامار بهم جریان بگذارم من حال بیام که با شما بگم. یعنی گوسفندا ما بردم؟ بله. شما چند تا گوسفند دارین؟ من خورده کنم 25 تا گوسفند دارم. دیگه شما یک معلوماتی بگیرین که این گوسفندا شما دقیق پره 25 تا. بله بابا. شما کجایی؟ پیش گوسفندایم به سرزمینا. پیش گوسفندایی؟ میگو گیلک پیش گوسفنده بود؟ نه بابا گیلک نماده اصلا ای بر. اشته نبرده تو هم گوسفندا رو بوش موره. خاک بم سر شما شه. شما به فکر خونیم به فکر زندگی خونیم. تا به کی دیگه ما شما نصیحت کنم؟ بی یک دقیقه به بعد گوسفندا رو راپوری بدی که چند تاه؟ گوسفندا که شما رو کنم. خانه شما رو میکنم. خوبه. بم سر شما شه خود گوسفند چروندن شما یکی گوسفند میچرونه گوش کردن نمیتونه. یک کمی گوسفندا بر میدارم بر خود رفیقا خو قوم میکنم میخورم. مرا از بخوریم به خیر خوشی. با فیلا گوسفندک منیه. وای وای وای. چند تاه؟ بله بابا. بابا گوسفندا 24 تا هم یک بره نیه. 24 تا؟ تو به کجا بودی که یکی را پیش رو برده؟ من سر جاش خیلی مانده شده بودم. همینجگان تو سرخ چند دقیقه سرخ بختشتم. هنه بیدار شون گوسفندا خواهم بودم. خلق شدی بیدیم مرا از خلق شی تو بخی. خوبه دیگه خلق شیم یک برا خلق شیم یکم برا دوزی کنه و داره برا خود رفیقا خوب بخوره. دومانه کنه. خیر بینه الله. زنده باشیم. نفهمیدی که نه با کجا به مله رفتن؟ اینا به سر چشمه رفتم امروز جمعه. به چشمه رفتم ها؟ بله. همین تا قرار بود که برم منتا بریم هم خیلی گفتم بیا که بریم ما باز نرفتم دیگه ما گفتم که ما میرم که به عروسی میرم امروز. خب بریم ماما کندل خداحافظ شما. خوش آمده خیر باشیم خداحافظ شما. من خاطر توی چینه گفتم رو رفیقا که گوسفند بیارین دیگه بکشی بکن برای اینا کباب کردی که بخورم. رفیقامو بدن گفتم میایم. باشه رفیقا تو
باش رفیقا تو پیار تو گوسپند این خیلی به دار. چی خیریا به چی زحمتا به چی خوش کلان کردم میفهمی که من مادر صغیر مونده که کلان کردم یه حیوانه که توی رو گرفتی بکشی برای اینا کباب کرده که بخورم بزنم تم ترک بیش تو رفیقم برو دیگه بزن برو دیگه بزن دیگه نده دیگه برو میگم